عرض سلام و ادب و احترام. دکتر محبی هستم، مدیر علمی پارسیان دانش، با یه قسمت دیگه از اصول برنامه‌نویسی در خدمتتون هستم. خب مثلا یه برنامه دیگه است که اینم مجدد همون برنامه‌ایه که خودم طراحیش کرده بودم برای سال پیش، که شما فقط سطح نمودار رو که ما بهش میگیم پول، اون قسمت جمع شده رو، سطح زیر نمودار که میبینین که ساعت‌های هفتگی من چقدر بوده که مثلا یا ماهانش چقدر بوده و هدف من چی بوده که بهش رسیدم، اون میشه تقریبا یه برنامه زمانی برای شما. حالا باید شما یه برنامه محتوایی هم داشته باشین که این برنامه محتوایی اولویت من اولا که مثلا تو این عکسی که میبینید نفرو ریه، قلب، گوارش روماتو و جراحی و کودکان و روان و پاتو و تا آخر که آمار و اخلاقه. همچنین تو محاسباتتون سعی بکنین که اخلاقو بیارین، چون که 30 درس کامل میشه این 30 جلد ما، یعنی کلا 30 جلدی که برای رزیدنتی هست، اون 29 جلدش با اخلاق کامل میشه 30 جلد و میتونید روی این 30 جلد راحت تر محاسبات بکنید. که من 7 تا منبع رو اینجا مشخص کرده بودم که این 7 تا منبع 3 تا اولویت داشت که حتی این جزئیات هم مثلا شاید نیاز نباشه که بنویسید. حتما اولویت اول من منبع 1، اولویت دوم من منبع 2 و 3، حتی شاید اینقدر جزئیات هم نیاز نباشه. همون بالا مشخص می‌کنید اولویت 1، 2، 3، همون 2 تا منبع رو اگر بخونید یا 2 منبع رو اگر بخونید بین است. اگر که یه منبع باشه شاید یه چیزایی واقعا میس بکنید. منبع زیاد انتخاب کردن و عوض کردن و اینا هم به صلاح نیست. شاید همون 2 تا 3 منبع یه عدد منطقی باشه براش. همون 2 تا 3 منبع رو داشته باشید و هر کدوم جلوش می‌بینین که مثلا نفروش 4 تا خونه است. که ما حالا منابع رو حذف کردیم، فقط یکیشو گذاشتیم که دلیلش رو خدمتتون میگم. یعنی اگر اینجا باشه کتابای پارسیان دانش، حالا با همراه با وایسش اگر خواستید، اگر کلاس حضوری شرکت کردین که بهترین گزینه است به نظر من، چون که شما هیچ موقع نمیتونین اون آپتیک 18 ساعته مثلا فیلم یک کتاب رو توی 2 روز خونه خودتون جمع بکنید. میتونه باشه کلاس‌های حضوری که اولویت اول ما همینه به نظرم، اولویت اول شما هم همین باشه که اصلا توی کلاس‌های حضوری شرکت بکنید. اما اگر حالا تهران نبودید، سخت بود رفت آمد، نتونستید، حالا شرایطی بود چون که خواستین برنامه 6 ماهه رو شروع بکنید، الان 3 ماه وقت نداشتین که آغاز به کار بکنین، میتونید اون موقع فکر بکنید که کلاس‌های غیر حضوری، یعنی حالا جدا از 6 هفته اول برنامه که غیر حضوری برگزار میشه، اون 20 چند هفته‌ای که میمونه اونا همه به صورت حضوری هست و اولویت شما هم همین باشه که حتما تو کلاس‌های حضوری شرکت بکنید. یا اینکه اگر که تمایل دارین که بسته ها رو خریداری بکنید، حتما پکیج‌ها رو استفاده بکنید که آزمون آنلاین رایگان بشه. این شکلی آزمون آنلاین رو میتونید شرکت بکنید و هزینه اضافه پرداخت نکنید. اما این اولویت 2 تا اولویت خودتون رو مشخص میکنید و جلوی هر کدوم اگر ببینید 4 تاست، یعنی اینکه شما باید 4 بار یک مطلب رو دوره بکنید که همونجوری که توی برنامه 9 ماه قبل‌تر، حال توی جلسات پیش خدمتتون توضیح دادم، قرار شدش که بکنیمش 8 ماه، بهمن ماه ازش حذف بکنیم. حالا این یکی از پیشنهادات بود. بعد توی مرحله بعدی بشه 8 ماه، بعد 4 ماه اول، 4 ماه دوم. توی 4 ماه دوم شما 2 تا 2 ماه میخونید، 4 ماه اول یه دونه 4 ماه میخونید، میشه 3 دو و مورد آخرم که بهمن ماه میشه 4 دو. پس حالا شاید متوجه شده باشید که چرا جلوی هر کدوم از پارسیانا 4 تا خونه وجود داره که بتونید این 4 تا رو پر بکنید. و خب منابع بعدی اگر خواستید از حالا منابع جدیدی که خبرشون ماهای آتی میدیم و پارسیان دانش ازش جذب کرده که حتما این تغییرات رو داشته باشه، منابع بعدی هم همونجوری که خودتون مشورت کردین، اصلا منبع اولتون هم اگر پارسیان نباشه، هر 3 منبع غیر پارسیان باشه یا 2 منبع، کتاب و تست فرق نمیکنه، میتونید اینجا پیادهش بکنید. ما داریم اصول کلی برنامه‌ریزی رو بهتون میگیم، میخوایم خودتون بنویسید برنامه‌ای که منحصر به فرد خودتونه، که گفتیم چرا خودتون بهترین کسی هستید که میتونید طراحش باشید. و مثلا اگر ببینین دیگه اینجا دفتر خلاصه برای نکات 9 ماهه یکی از اون منابعی بودی که می‌خواستم بخوام. مثلا من 120 صفحه یا 140 صفحه خلاصه برداری کرده بودم از کل مطالبی که خونده بودیم. بعد این 120 صفحه 140 صفحه دیگه ببینید قاطی پاتی دیگه، مثلا توی خلاصه‌های ما یا توی عکس‌های ما معمولاً با هم دیگه یکی هستند دیگه. نکته از نفرو داره، قدرت داره، گوارش داره، کودکان هست، مینور هست. به خاطر همین اینا دیگه واحد بندیشون اینه که شما باید بتونید توی مثلا 1.5 ماه اول 1 درون دفتر رو بخونید. این 1.5 ماه اول 1.5 ماه دوم دقیقاً می‌بینید 3 تا 3 ماه بوده برنامه من، که من بهتون گفتم میتونید 2 تا 4 ماه داشته باشید. بعد که دفتر رو پر کردید به مرور آخر سال اینجام که زمان بندیه، حداقل 60 خانه کوچیک و 6 خانه بزرگ، 120 خانه، چون هرچی جلوتر میریم دوره ها کوچیک‌تر میشه دیگه. توی بازه زمانی برابر
توی یه بازه زمانی 3 ماهه شما باید تعداد خونه‌های بزرگتری رو بخونید. خب و این دیگه تقریبا پیچیده‌ترین برنامه بود که نشونتون دادیم که 30 درس رو روی یه برگه آچار، 30 تا درس رو بر اساس چند منبع که تازه من 7 منبع نوشتم، بر اساس 7 منبع بتونید هر درس رو 4 مرتبه بخونید و اینکه امتحانتون تمام بشه. شما حساب بکنین این 30 تا و از این ورم 7 منبع و ضرب در اون 4 تا بکنید، ببینید که چقدر متغیر رو تونستیم توی یه بازه زمانی، تازه این تعداد ماهاش خیلی بیشتره، توی بازه زمانی بزرگتر با اولویت‌های بیشتر تونستیم توی یه برگه جا بدیم. شما حتما باید یه همچین برگه‌ای داشته باشین یا اینکه دفتر داشته باشین، حتما باید مکتوبش بکنید. اگر خواستید از این فرمایی که حالا یه ذره ظاهرش پیچیده‌تر هست، اگر هم خواستید از اون فرمای ساده‌تری که گفتیم، بالاخره یه گرافیکی باشه، یه مستندی باشه که ملزمتون بکنه ان شاءالله به سمت ساعت مطالعه بیشتر و موفقیت ان شاءالله.